دوستان عزیز سلام علیکم. 2 روز پیش ما ویدیو کردیم بودم که ایمن سلیمانا برای سپانسوری تروریسم دستگیر کرده هستند. даже رادیو آزادی یگان شکلی که امروز سگ وارد جکیده هستند. ما در نظر دارم ایمن کبیری کریسارا یگان تاش نمیدونست نه که ما برامدون گفتم که ایرا برای ایمن سپانسوری تروریسم دستگیر کرده هستند. ما بچه با صبر هستم. 1-2 روز دیگه توقعات میکنم. даже این شکل صدها جوان ایمن از اروپا اوکراین روی کرده است. بسیاریات نمیدونن کی است این نگهدیه ای تروریست. همه شما میدونم. این آدم علاقه داره ایمن افغانستان. این آدم علاقه داره با تروریستای سوریه. باور نمیکنین 1-2 روز دیگه توقعات کنین رادیو آزادی خودش میگه امروز پرستیتوکای امریکا برامد گفت که ایرا برای ایمن برای سپانسوری تروریسم دستگیر کرده هستند. ایرا ما کردم ما انا که تکاری شده اوستا میکشم تو ما کردم نام فامیلای ما اسحاق فایوب من که تکاری شده باید ما بکشم. خداوند برای او فایده کردم که تکاری شده باید ما خوشوق باید شماری کنم. چیکاری میکنم برای آرامی ملت میکنم. حدیث من میای کارو ما فخر میکنم برای که من رنگ ناموس دارم. رنگ اخیلت به ناموس نیستم. اخیلت میدونی هستن آدمایی که سپانسوری میکنن این گروپای زپرشنو اینه که خب میکنی به ناموس. در حیات مرد مردن در کار است. 1-2 روز دیگه توقعات کنین همش به حال میشه. انا بعد میبریم و یک چایکی سیاگ میکنیم انا بعد گاب میزنیم. انا بعد направо налево ваем میکنیم. وایشون میکنیم направо налево. хорошо 1-2 روز دیگه توقعاتم کن. هموطنان عزیز 1-2 روز دیگه من گفته بودم در یادتون هست 1.5 سال پیش که کارایی که ما کردم نصیب باشه بعد میشنویم ایمن از اروپا و ایمن از رادیو آزادی اکستریمیستا و ای دیگه نوستیو уже